و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله. الله متعال گمراه ترین شخص برای ما معرفی میکنه. و من اضل یعنی لا احد اضل، هیچ احدی گمراه تر نیست، هیچ احدی گمراه تر نیست، هیچ احدی از هدایت بدور نیست مانند این کسی که ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله، از کسی که پیروی میکنه از چی؟ از هوایش، از خواهشات نفسش، تابع خواهشات نفسش هست. آنچه نفسش بهش میگه خوب هست اون انجام میده، آنچه به نظرش خوب هست انجام میده، آنچه به نظرش سخته دشوار هست بر نفسش اونو انجام نمیده. به طور مثال عرض میکنم، میبینیم که بیدار شدن برای نماز صبح، خصوصا برای قشر جوان ما که متاسفانه یک عادت بسیار زشتی که امروز در مابین جوانان، حتی علاوه از جوانان بلکه افراد مسن همین عادت زشت دارند. میبینیم که جلساتشون، همنشینی شبشون، سمرشون، شب بیداریشون بعد از نماز عشاء شروع میشه، تا پاسی از شب بیدار هستن، تا ساعت 12 و 1 ممکنه بیشتر بیدار هستن. بعد از اون وقتی که میخوابند دیگه بیداری برای نماز صبح بسیار سخت هست. اگر شخص عمدن این کارو بکنه این دچار خطر بسیار بزرگی هست، این با خطر بسیار بزرگی مواجه هست. اگر منجر به ترک نماز بشه این خطرش برابر با کفر هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. خب این کار عمدی هست، هیچ نیازی نبوده که شما شب و تا ساعت 12 یک بیدار باشی. چه لزومی هست؟ وقتی خودت میدونی اگر تا این پاس شب بیدار باشی برای نماز صبح بلند شدن برای سخت هست. وقتی برای نماز صبح میخوان بیدارت بکنن بسیار برات سخته، یا عصبانی میشی یا بیدار نمیشی. اگر بیدار هم میشی نماز چه موقع میخونی؟ موقعی که آفتاب در حال طلوع هست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن تلک صلاة المنافق، این صلاة منافق هست. این که نماز صبح نمیخونه تا نزدیک طلوع آفتاب، وقتی آفتاب داره طلوع میکنه بلند میشه دوبار سرشو به زمین میزنه، تلک صلاة المنافق. و پیامبر صلی الله علیه و سلم استناد کردن، استشهاد کردن بین آیه مبارکه سوره مبارکه نساء که الله متعال میفرمایند ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا ولا یذکرون الله الا قلیلا. برای نماز نمیان مگر در حالت کسالت، یعنی وقتی برای نماز بیدار میشن انگار که یک بار سنگینی بر دوشون گذاشته شده هست، احساس آرامش و لذت بیاد الله نمی کنن. این صفت منافق هست. ولا یذکرون الله الا قلیلا، الله رو یاد نمی کنن مگر اندک همین هست. بلند میشه دم طلوع آفتاب دوبار سرشو به زمین میزنه، این شد نماز صبحش. نماز عصر رو نمیخونه، خوابیده. بعضی ها قیلوله رو چگونه فهمیدن؟ بعضی قیلوله اینجا فهمیدن که از ظهر بخوابی تا بعد از عصر این قیلوله هست. قیلوله این نیست. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم روش بر این بوده که قبل از نماز ظهر لحظه ای رو استراحت میکردن یا بعد از نماز ظهر، هر دو موردو داریم. اما این نیست که انسان بیاد بخوابه از ظهر تا نزدیک غروب آفتاب بلند بشه نماز عصرشو وقت غروب آفتاب بخونه، 4 بار سرشو به زمین بزنه. همین آیه شامل حالشون میشه ولا یاتون الصلاة الا وهم کسالا ولا یذکرون الله الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. مذبذب هستن، نه با اهل ایمان هستن، نه مؤمنین واقعی هستن و نه با اونا هستن. ظاهرشون با اهل ایمان هست اما باطنشون با اهل کفر هست.